سلام دوستان، به این ویدیو خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم در مورد 10 مکان دیدنی و تاریخی افغانستان صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. شماره 1. بند امیر. بند امیر بامیان اولین پارک ملی افغانستان، مجموعه از 6 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان افغانستان است که با سطح‌های طبیعی از یکدیگر جدا شده اند. آب این دریاچه ها توسط چشمه ها تأمین می شود و عمق این دریاچه به 10 متر می رسد و رنگ آبی آن ناشی از مواد معدنی موجود در آب بکر و دست نخورده آن است. این دریاچه جزء مناطق بسیار زیبای جهان است که می تواند مقصد گردشگران خارجی و داخلی باشد. شماره 2. بند قرغه. بند قرغه یک بند تفریحی در افغانستان است که در منطقه قرغه ولایت کابل قرار دارد. این تفریحگاه و مناطق اطراف اون دارای امکانات مانند قایقرانی، موج سواری و گلف می باشد که هتل‌های آن از مهمانان پذیرایی می کند و در ساحل خود مکانهای ماهیگیری دارد. تفریحگاه قرغه کابل، جایی که روزانه صدها تن را میزبانی می کند، در اینجا هر کس به تفریح و سرگرمی مورد علاقه خود می پردازد و گلهای رنگارنگ و آب و هوای معطر و گوارای آن با دهها سرگرمی دیگر قرغه را مکان مناسب برای گردشگران ساخته است. شماره 3. باغ بابر. باغ بابر یک باغ تفریحی و تاریخی افغانستان می باشد که آرامگاه بابر پادشاه گورگانی است که در شهر کابل موقعیت دارد. باغ بابر از جاذبه‌های گردشگری افغانستان که در دامنه کوه شیردروازه کابل قرار دارد. این به شکل 4 باغ درست شده و از مکانهای تفریحی پادشاهان مغول بوده است. باغ بابر حدود 11 هکتار است که در فهرست یونسکو هم ثبت شده است. این باغ از دامنه پرشیب کوه تا ناحیه کمشبتر آن با پلکانی کوتاه و ممتد با 15 پاگرد به پایین می رسد. علاوه بر زیبایی خدادادی و طبیعی، یک کاروانسرای ساخته شده از خشت خام و گل هم در ابتدای ورودی آن قرار گرفته است. علاوه بر آن، مقبره پادشاه بابر، کاخ ملکه و مسجد زیبایی نیز در این باغ قرار گرفته است که جذابیت و زیبایی‌های آن افزوده است. شماره 4. مسجد کبود. مسجد علی ابن ابی طالب، معروف به مسجد کبود، در مزار شریف در شمال ولایت بلخ قرار دارد و یکی از مهمترین بناهای تاریخی در افغانستان است که هر سال اول حمل، آغاز سال و شروع میله گل سرخ با عمود کردن لوله آهن بلند به نام علم سخی اعلام می شود. مسجد فوق از کاشی ساخته شده و دارای صحن بزرگ می باشد. این مسجد دارای 4 درب می باشد که هر کدام به طرف خیابان باز می شود. داخل آن دارای نقاشی های زیبا که به دستور محمد ظاهر شاه انجام شده است. شماره 5. منار جام. بنای تاریخی است که در میان کوهپایه های ولایت مرکزی غور در افغانستان واقع شده است. این آثار باستانی قرن 12 میلادی است که در جمع میراث جهانی یونسکو قرار دارد. این اثر باستانی توسط یونسکو در سال 2002 در فهرست میراث جهانی قرار داده شد. این منار از خشت پخته ساخته شده است و تصویرهایی که از آن منتشر شده نشان می‌دهد یک اثر محکم و باثبات است که با وجود زلزله ها و سایر حوادث طبیعی هنوز مستحکم و پابرجا است. شماره 6. نورستان. نورستان یا بهشت پنهان افغانستان با طبیعت بکر که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد، یکی از دیدنی ترین ولایت‌های افغانستان است. این ولایت به لحاظ جغرافیایی منطقه کوهستانی با جنگل‌های انبوه است که چندین رودخانه از کوه‌های آن سرچشمه می‌گیرد. جمعیت این ولایت کمتر از 500,000 نفر و دارای 7 ولسوالی میباشد. زبان اصلی مردم نورستان نورستانی است، اما علاوه بر نورستانی اقوام پشه‌ای، پشتون و تاجیک در این ولایت زندگی می کند. شماره 7. بت‌های بامیان. یکی دیگر از مکانهای دیدنی و تفریحی در بامیان بت‌های این منطقه است
که متاسفانه در سال 2001 توسط دولت کنونی یا طالبان قدیم تخریب شد، اما هنوز بهترین مکان برای گردشگران و توریست‌های خارجی است. این بت‌های بزرگ و غول‌پیکر بامیان تاریخ چند هزار ساله دارد. بت بزرگ بامیان که با 53 متر ارتفاع به عنوان بزرگترین تندیس در جهان ثبت شده است، سلسال نام دارد و بت کوچک که به نام شمشال یاد می شود 35 متر ارتفاع دارد. شماره 8. باغ وحش کابل. این باغ وحش که روزگار بزرگترین باغ وحش آسیا بود، در شهر کابل موقعیت دارد. باغ وحش کابل در سال 1967 میلادی با تمرکز بر روی حیوانات افغانستان افتتاح شد. در این باغ وحش حیوانات مانند شیر، خرس، گاو وحشی، شتر، روباه، گرد، میمون، آهو و برخی حیوانات دیگر وجود دارد و پرندگان مانند طاووس، کرکس، طوطی، عقاب، کبوتر، کبک و پرندگان صحرایی یافت می شود. در حال حاضر این باغ وحش به یک مکان مشهور تفریحی تبدیل شده و روزانه صدها تن از این مکان دیدن می کند. شماره 9. موزیم ملی. موزه ملی افغانستان مجموعه از گنجینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان است. این موزه شامل 2 طبقه در منطقه دارالامان کابل قرار دارد. این موزه تا سال 1992 نزدیک به 100,000 آثار باستانی کشور و مجموعه مشهور 35 سکه را در خود جای داده بود و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری افغانستان به حساب می آمد. در سالهای جنگ تعداد زیادی از گنجینه‌های آن غارت شده و از راه پاکستان و کشورهای اروپا منتقل شد و در حراجی‌های مختلف خرید و فروش شد. بخشی از آثار این موزه را طالبان در زمان حاکمیت خود غیر اسلامی دانسته و نابود کردند. شماره 10. ارگ هرات. ارگ هرات بنای تاریخی در شهر هرات با جامانده از روزگار اسکندر مقدونی است. ارگ هرات یا قلعه اختیارالدین از جمله مهمترین آثار باستانی در افغانستان است که پس از بازسازی مورد توجه ویژه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. قلعه تاریخی اختیارالدین دارای 2 بخش غربی و شرقی است که قسمت شرقی آن حرمسرای شاهان بوده و ضلع پایینی آن قسمت غربی قرارگاه نظامیان بوده است. مساحت این قلعه تاریخی 5000 متر مربع بوده و دارای 21 برج می باشد.